هر یک کدوم شما باشه اینا لله و اینا الیه راجعون. امروز در پیش چشم ما مقصد دو میت دو مرد در همجا گور کردن و یک قولی که زیاده از 10,000 صحابه در همجا خواب است و یک قولی که زیاده از 5,000. مهم این است که یعنی که نگاه کنید که همین صحابه خواهند اون طرف یا برسید اون طرف ما در اون طرف گور کرده ایستادن مقصد میت ها را باید این طرف خواه صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برای دین اسلام جان دادن و جان باختن تا امروز اسلام با ما برسه و هم خاطر به قدر این نعمت برسه. همه وقت با یاد خدا باشه، همه وقت حرمت پدر مادر، حرمت یعنی که دوستان مسلمانان و خصوصا وطن عزیز کنه که یعنی ما در همین شهرهایی که میبینیم چقدر مقصد هر گونه سخنهای قبیح نسبت دین ما میرن که الحمدلله با هر جانی ما الحمدلله مسلمان همه وقت حرکت کنه که با یاد خدا باشه. دوستان عزیز نگاه کنه که چی هست، یگان نام نوشتگی نیست کی صحابه کدام نام صحابه اینجا یگان تش معلوم نیست دوستان، فقط خواب هستن الله اعلم. یک سنگ موندگی که همینجا نشونه که در همینجا مقصد نجخنش تو کی مقصد مرده در نشه تمام از اینجا ما دیدیم. بله دوستان عزیز امروز الحمدلله برادرای تاجیک ما هستن که نه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله ما امروز قرار داریم در همین مکه مدینه منوره الحمدلله خیلی میت گور کردن در پیش چشم حرکت کنی با یاد خدا باشیم. هم ویدیو را از میمونم ویدیو مرده را گور کردن خدمه که اگر ترسو داشتی نقصد تماشا نه که چگونه میمونن مرده را دیجا کمک میکنن همین تو توزی نوفا بوده کم تر میکنن با کم تر دیگه طرف مرده را خوام میکنن خاک. بله شهر همین خیلی میکردن برای زمینشو کمزورن اینا صحابه دایی پرا تا اون طرف رفتگی تا آخرش ما رفت امکانه نداریم برای که قبرستان هم کلان هستن. این طرف مرده های نو های ساختمانی نو با نو شده اسم با هم خودت پیگیری کنی. ما را مکان هم دو زیارت کردیم. بعضی برادران میگن که شما زیارت رفته کامیرا یعنی بعضی شخص های هستن که پول ندارن به این مکه و مدینه بیاین. ما برای چی میکنیم والله شاهده که نه برای سومش نه برای پرسماتش تو بی همه مردم ببینن که الحمدلله در همین شهرها چی هسته. یعنی بعضیاش میخوان تماشا کنن و اون خاطر با لفظ همین دری خدمت با لفظ تاجیکی و فارسی خدمت آزادانه میفهمونه مردم که در اینجا چی قرار داره در اینجا چی قرار داره. متحد امکان الحمدلله ای کوه احد از مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقصد اینه که این مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اینجا جای صحابه ها یعنی که بعد نماز پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم نماز میخوان بعد نماز میومد پیش صحابه ها یعنی که دعا و فاتحه و زیارت قبر ها میکنه. یعنی که سری منزل آمدن مقصد از این است که یک عبرت بگیریم که یعنی که صد پلدار باشی صد مقصد با قوت پهلوان باشی جا دینه همین خجای تمام دیگه همین چیز نمیبری فقط چی میبری عمل نیک و هم خودیر حرکت کنه که پایدار بدوره. دوستان عزیز خدا حفظتون کنه واقعا امان خدا ان شاء الله حرکت میکنیم که تا حد امکان ما ویدیوها را پارتیم تا روزی که دم هستیم 15 روزیم 20 روزیم ان شاء الله. خدا نگهدار همه وقت در کجای باشی نباشی دوستاری پدر مادر اسلام عزیز و وطن عزیز باشه که الحمدلله ما گیجان باشیم نباشیم در گیجای بریم باز میگردیم به اون وطن خودمون و هم خودین همه وقت چی میگن سرجم یک جای باشه. السلام علیکم و رحمت الله. یعنی یک چیز فراموش نکنید که آداب اسلام و تاجیک بدن الحمدلله چقدر خصوص میخرن بچه ما خاک چی بگم که نگفتن بیشتر خدا نگهدار. سلام علیکم دوستان عزیز در منزل صحابه که جان کندن و جان باختن در راه اسلام تا دینی بزرگ دینی مقدس به ما اومد رسید. همیشه باید خدا باشه. این اینجا مرده های نوان مردم جنازه اینجا مرده های کنن این اینجا صحابه هاشته همه اینجا صحابه آمده Dale,
شافوا يشيل يا محمد اطلع. اعطيني جنازه اعطيني جنازه بسم الله. هذا جنازه لا تفك شيء لا تفك شيء اعطيني جنازه. لا اله الا الله. بس خلي هاي في هو في اثنين سودانيين. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذوا يحفظون ورمي كيف خان نسيب زاد وقت يا الله.